نبود سردخانه معیاری در بدخشان همه سال سببی از بین رفتن بخش زیادی از محصولات زراعتی به ویژه میوه‌های تازه شده است. این مشکل نه تنها به دهقانان زیان وارد کرده بلکه سبب افزایش بهای میوه‌ها در بازار نیز شده است. اکنون مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بدخشان میگویند که به هدف جلوگیری از ضایع شدن محصولات داخلی و نگهداری درست میوه‌ها یک سردخانه معیاری در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت ساخته خواهد شد. در ولایت بدخشان 1000 جریب زمین با منظور احداث سردخانه‌های معیاری، البته در نظر است که این زمین‌ها شناسایی و تثبیت شود. بعد از اینکه زمین‌ها شناسایی و تثبیت شد میشه که در قسمت احداث سردخانه‌ها باز اقدام صورت بگیرد. همچنین بر اساس هدایت محترم مولوی امان الله حسن رئیس وزارت که اینا بیشتر تلاش دارن که تا زودتر این زمین‌ها البته شناسایی و آماده شوند تا اینکه در قسمت سردخانه‌های معیاری اقدام صورت بگیرد. باشندگان بدخشان از ساخت این سردخانه استقبال می کنند و می گویند که با ایجاد آن محصولاتشان برای مدت طولانی‌تر نگهداری خواهد شد. خودتون گفتین سردخانه در کل در تمام ولایت‌ها لازم است، بخاطر که خوبیتش از این است که ما با جایی که بریم از میوات خارجی استفاده کنیم بهتر است که از میوات داخلی خود ما استفاده کنیم. شکر الحمدلله کل ولایت‌های ما خودکفا است، میتونه که همون نیاز جامعه خود برآورده کنه از نیاز میوه، چه از شفتالو باشه، انگور باشه، هر چی نیاز باشه میتونن که برآورده کنن. از سوی دیگر شماری از میوه فروشان شهر فیض‌آباد از ساخت این سردخانه خرسند هستند و میگویند که با بهره برداری آن نیاز به وارد کردن میوه ها از ولایت‌های دیگر کاهش می‌یابد و محصولات بدخشان میتواند نیاز بازار را تامین کند. والا واقعا جای خرسندی است. کلاگی خوش میشه و دیگه یک ضرورتی کلاگی مردم است. ان شاء الله مشکلی مردم حل میشه. از نگاه میوه بسیار تر تازه نگاه میشه و دیگه این با فایده تمام اگیسته خدا کنه که کار دیگه عملی شود. این در حال است که در سالهای گذشته محصولات بدخشان به دلیل نبود سردخانه معیاری از بین رفته و همین موضوع سبب افزایش بهای میوه ها در بازارهای این ولایت شده است.